سلام عرض میکنم خدمت سرمایه های تئاتر استان کوهگیلوی اوبوی رحمت، تماشاچیان عزیز و مردم خونگرم استان کوهگیلوی اوبوی رحمت، خصوصا شهرستان گیساران. ما امسال در گروه تئاتر رها اقدام به تولید یک کاری کردیم به نویسندگی جناب آقای رضا گشتاسب و کارگردانی بنده که برای جشنواره تئاتر استانی آماده میشیم. این کار به لطف و همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن هنرهای نمایشی استان کوهگیلوی اوبوی رحمت، حوزه هنری و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گیساران آماده شده که دعوت میکنیم در تاریخ‌های 14، 15، 16، 17 و 18، یعنی چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه شنبه و یک شنبه آبان ماه رأس ساعت 7 انشالله تشریف بیارید. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع ادارات و منت بگذارید و کار ما رو ببینید. ما منتظرتونیم. خیلی متشکرم.